به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. میشل اوباما شدن یا بیکامینگ، ترجمه سیمین تاج‌الدینی. این کتاب در مورد بانوی اول امریکاست و پرفروشترین کتاب سال 2018 ایالات متحده امریکا بوده. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو کشفش میکنیم. این کتاب در سال 1398 توسط نشر آتیسا در تهران چاپ شده و خانم تاج‌الدینی هم این کتاب رو ترجمه کردن. میشل اوباما، بانوی اول سابق ایالات متحده امریکا، یکی از معدود کتاب‌هایی است که قبل از انتشار رکورددار بالاترین فروش کتاب پیش فروش سال 2018 در امریکا شده است. این کتاب داستان فراز و نشیب‌های زندگی مرد و زنی است که تمام زندگی خود را جنگیدند و پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری بالا رفتند. در سراسر دنیا مخاطبین بسیاری منتظر انتشار این کتاب بودند و این به میشل قدرتی دوچندان بخشیده بود که زمان انتشار را جلوتر بیاندازد. او شدن را تجربه‌ای عمیقاً شخصی توصیف کرده است و گفته دلش می‌خواهد این کتاب پیش درآمد مناسبی برای کسانی باشد که می‌خواهند به کسی تبدیل شوند که دوست دارند باشند. همچنین میشل درباره نوشتن کتابش میگوید: شدن درباره ریشه‌های من است. من به عنوان دختری از خطه جنوب که توانستم صدایم را پیدا کنم، قدرتمند شوم و به دیگران قدرت دهم تا ریشه‌هایشان را بیابند، صدایشان را پیدا کنند و به چیزی تبدیل شوند که فکر می‌کنند لیاقتش را دارند. میشل اوباما از دوران کودکی تا ماجرای آشنایی با باراک اوباما که قبل از ازدواجشان مشاور حقوقی شرکتی در شیکاگو بود، تا سختی‌ها و مشکلات برای به دنیا آوردن فرزندانش از سقط جنین تا لقاح مصنوعی سخن گفته است. در بخشی از کتاب در این مورد نوشته است: زمانی که سقط جنین انجام دادم احساس کردم گم شده‌ام و تنها هستم. احساسی که داشتم مانند یک انسان شکست خورده بود. اما درمانهای باروری به من اجازه داد که دخترانم مالیا و ساشا را به دنیا بیاورم. کتاب شدن. میشل اوباما روز 13 نوامبر سال 2018 از سوی راندوم هاوس به 34 زبان در کشورهای مختلف جهان منتشر شد. خب ابتدا میرم سراغ پیشگفتار که نوشته خود خانم اوباما هستش در ابتدای این کتاب. مارس 2017. در دوران کودکی آرزوهای بسیار کوچکی داشتم. دلم میخواست سگی داشته باشم و با خانواده در خانه 2 طبقه با پله‌های زیبا زندگی کنم. بنابر دلایلی به جای بیوک 2 دری که مایه غرور و لذت پدرم بود، خودروی استیشنی 4 در داشته باشیم. عادت داشتم همیشه به همه بگویم وقتی بزرگ شدم میخواهم پزشک متخصص اطفال بشوم، زیرا عاشق این بودم که اطرافم پر از بچه‌های قد و نیم قد باشد. و به سرعت فهمیدم شنیدن چنین سخنانی به مذاق بزرگترها خوش میآید. بله، یک دکتر. چه انتخاب خوبی. آن روزها موهایم را دم اصلی می‌بستم و با برادر بزرگترم محکم و قاطعانه صحبت می‌کردم و تلاش می‌کردم هر جور که شده در مدرسه نمره‌های بالا بگیرم. البته برایم فرقی نداشت با چه روشی این نمره را می‌گیرم. بلند پرواز بودم. هرچند نمی‌دانستم دقیقاً در تکاپوی به دست آوردن چه چیزی هستم.
حالا که فکرش را می‌کنم این یکی از بیخودترین سوالاتی است که بزرگترها از یک بچه می‌پرسند. وقتی بزرگ شدی دوست داری چه کاره بشوی؟ طوری می‌پرسند که انگار برای بزرگ شدن انتهایی وجود دارد. مثل این می‌ماند که وقتی به نقطه خاصی رسیدید دیگر همه چیز تمام شده است. بعدها وارد حرفه وکالت شدم. به عنوان نایب رئیس یک بیمارستان انتخاب و همزمان یک سازمان غیرانتفاعی که به جوانان برای ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کرد را مدیریت می‌کردم. من در تمامی این موقعیت‌ها در واقع تنها یک زن از آفریقای جنوبی بودم. یک تازه عروس، زنی مضطرب که به تازگی مادر شده بود و دختری که به خاطر از دست دادن عزیزش داغدار بود. تا اینکه این اواخر بانوی اول آمریکا نیز شدم. شغلی که رسما شغل محسوب نمی‌شد، اما با این حال مسیری را پیش رویم قرار داد که حتی تصورش را هم نمی‌کردم. این شغل به چالشم کشید. خار و زبونم کرد، بالا برد، کوچک کرد و عجیب اینکه گاهی همگی اینها همزمان اتفاق می‌افتادند. من در فرآیندی قرار گرفته بودم که از لحظه‌ای که در یک روز سرد زمستانی در سال 2006 با من شروع به صحبت درباره پست ریاست جمهوری همسرم کرده بودند، آغاز و زمانی که به همراه ملانی ترامپ سوار بر یک لیموزین به همراه همسرش برای مراسم معارفه می رفتیم که فقط یک سواری خشک و خالی بود، پایان یافت. وقتی تو بانوی اول هستی، امریکا خودش را در نهایتش به تو نشان می دهد. من به عنوان جمع آوری کننده اعانات به طور خصوصی به اقامتگاه‌های شخصی افرادی می رفتم که بیشتر به موزه های هنری شباهت داشت تا خانه هایی که ساکنانشان در وانهایی که از جواهر ساخته شده بودند حمام می کردند. با خانواده های ملاقات داشتم که همه چیزشان را در طوفان کاترینا از دست داده، مضطرب و وحشت زده بودند و خدا می کردند فقط یخچال و اجاقی از خودشان داشته باشند که درست کار کند. با مردمانی روبرو شدم که بعدها فهمیدم تا چه میزان آدم‌های سطحی و ریاکاری هستند. از طرفی با همسران معلم‌ها، ارتشی‌ها و تعداد بسیار دیگری آشنا شدم که روحشان آنچنان عمیق و قدرتمند بود که مایه شگفتی من میشد. با کودکان بسیار زیادی در سراسر دنیا دیدار کردم که من را میخنداندند. وجودم را از امیدواری لبریز میکردند و کسانی که خوشبختانه زمانی که باغچه‌های گلالود را زیر و رو میکردیم باعث میشدند که عنوانم را حتی شده برای یک لحظه فراموش کنم. از زمانی که در کمال بیمیلی قدم به عرصه سیاست گذاشتم و به عنوان قدرتمندترین زن دنیا ارتقا یافتم و به عنوان زن سیاه پوست عصبانی تحقیر شدم، بیشتر از هر چیز دوست داشتم از عیبجویانم این سوال را بپرسم که تأکیدشان بر روی عصبانیت است یا سیاه پوست بودن یا زن بودن. با کسانی ایستاده و عکس گرفته بودم که بر روی همسرم در تلویزیون طی اسمهای وحشتناکی گذاشته بودند. اما با این وجود دوست داشتن عکس یادبودی بر روی پیش بخاری خانه‌هایشان داشته باشند. راجع به چیزهایی که در لجنزار اینترنت گفته بودند چیزهایی شنیده بودم. اینکه آیا من یک زن هستم یا یک مرد. یکی از اعضای کنگره امریکا در مورد باسن من شوخی کرده بود. آسیب روانی دیده بودم، عصبانی بودم، اما بیشتر از همه اینها به چیزهایی که میشنیدم میخندیدم. هنوز که هنوز است. چیزهای زیادی درباره امریکا، درباره زندگی، درباره اینکه آینده چه چیزی را برایم به ارمغان خواهد آورد نمیدانم. پدرم فریزر به من سخت کوشی را یاد داده بود و اینکه اغلب اوقات بخندم و روی حرفم بایستم. مادرم ماریان به من نشان داده بود که چطور به روش خودم فکر کنم و صدایم را به گوش دیگران برسانم. مضاف بر این که در آپارتمان کوچک ما در ساوت ساید شیکاگو
آنها کمکم کرده بودند تا ارزشمند بودن داستان پیشینی زندگیمان، اما زندگی شخصی خودم و داستان کشورم را ببینم. حتی زمانهایی که زیبا یا عالی نیست، یا حتی زمانی که واقعی تر از آن چیزی است که دوست داری باشد. داستان تو داستانی است که داری و همیشه خواهی داشت. این یک چیز کاملا شخصی است. به مدت 8 سال در کاخ سفید زندگی کردم، در جایی که پله‌هایش بیش از آن بود که بتوانی آنها را بشماری. علاوه بر آسانسورها، سالن بولینگ و یک باغبان خانگی که داشت. من در تخت خوابی می‌خوابیدم که روکش آن از پارچه کتان ایتالیایی دوخته شده بود. غذایمان را گروهی از کارآزموده‌ترین افراد در سطح جهانی تهیه می‌کردند و آن را همانطور که در هتل‌ها یا رستوران‌های 5 ستاره دیده می‌شود سرو می‌کردند. بیرون از اتاقها ماموران امنیتی با هدفون‌های داخل گوششان و اسلحه و با حالت صورتی که عمدن عاری از احساس نشانش می‌دادند ایستاده بودند و نهایت تلاششان را برای حفظ حریم شخصی خانوادگیمان به کار می‌بردند. ما سرانجام به این وضعیت عادت کرده بودیم. به ابهت خانه جدیدمان و همچنین حضور دائمی و آرام افرادی که در آنجا زندگی می‌کردند. کاخ سفید جایی است که 2 دخترمان در راهروهایش توپ بازی کردند و از درختان لاون یا ساوت لاون بالا رفتند. اینجا جایی است که شبها در اتاق تریپتی نشسته ایم و زمان مختصری را با همدیگر صرف تفکر و یا صحبت کرده ایم که بهش اتاق معاهده هم میگن. اینجا جایی است که سانی سگمان گاهی بر روی فرش خرابکاری کرده بود. جایی که می توانستیم در تراس تورمن بایستم و توریست ها را تماشا کنم که داشتن از خودشان عکس سلفی می گرفتن و از لابلای حفاظ فلزی به داخل زل زده بودند و تلاش می کردن تا ببینن داخل آنجا چه می گذارد. روزهای زیادی با این احساس بر من گذشت که با وجود پنجره هایی که از لحاظ امنیتی بسته بودند در حال خفه شدن هستم. این احساس که بدون هیاهو نمیتوانم هوای تازه را استنشاق کنم، دفعاتی نیز وجود داشتند که از شکوفه‌های مگنولیایی که بیرون پنجره قرار داشت وحشت زده شده بودم. از انبوه کارهای روزانه دولتی و احترام گذاشتن به نظامیانی که برای خوشامدگویی مراجعه می‌نمودند. روزها، هفته‌ها و ماه‌هایی بودند که از هر چه سیاست بود بیزار می‌شدم. و لحظاتی وجود داشتند که زیبایی این کشور و مردمانش به قدری من را تحت تاثیر قرار می‌دادند که یارای صحبت کردن نداشتم. سپس همه چیز تمام شد. با اینکه فرارسیدنش را از قبل می‌دانستم، با اینکه هفته‌های پایانی حضورم را خداحافظی‌های سرشار از احساس پر کرده بود، باز خود آن روز محو و تیره به نظرم می‌رسید. دستی بر روی انجیل قرار گرفت و همان سوگندها تکرار شدند. صندلی یک رئیس جمهور توسط رئیس جمهور آینده اشغال شد. کمدها خالی و ظرف چند ساعت دوباره پر شدند. درست به همین منوال سرهای تازه‌ای بر روی بالش‌ها قرار گرفتند و بعد از آن رفتن به آپارتمان جدید و رویاهای تازه. وقتی تمامی اینها پایان میرسند و برای آخرین بار از معروفترین دری که سر زبان هاست خارج میشوی، مثل این میماند که به طرق مختلف تو را برای بازیافتن خودت تنها میگذارند. خب، بیایید از همینجا شروع کنیم. با اتفاقی که چندان هم در گذشته اتفاق نیفتاده است. من داخل خانه آجرنمای قرمزی بودم که خانواده به تازگی به آنجا نقل مکان کرده بودند. خانه جدیدمان از خانه قبلی حدود 2 مایل فاصله داشت. در یک محله آرام. ما کم کم داشتیم در آنجا جا می افتادیم. در اتاق نشیمنمان مبلمان را طوری چیده بودیم که در کاخ سفید چیده شده بود. لحظاتی را داخل خانه قدم می زدیم تا به یاد بیاوریم تمامی آنها واقعی بودند. عکس‌های خانوادگیمان زمانی که در کمپ دیوید بودیم
گلدانهای دستسازی که توسط دانش آموزان بومی امریکایی به من داده شده بود و عکسی با امضای نلسون ماندلا. چیزی که در مورد آن شب عجیب به نظر می رسید این بود که کسی جز من در خانه نبود. باراک طبق معمول در سفر بود. ساشا با دوستانش بیرون رفته بود. مالیا در نیویورک زندگی و کار می کرد و سالهای دوریمان 1 سال پیش از شروع کالجش آغاز شده بودند. فقط من مانده بودم و 2 سگمان، سکوت و خانه خالی. درست مثل همان خانه‌ای که 8 سال پیش داشتیم. گرسنه بودم. از اتاق خوابمان بیرون آمدم و همانطور که سگ‌ها پشت پاشنه پایم دنبالم می‌کردند، از پله‌ها پایین دویدم. در یخچال را باز کردم، 1 قرص نان پیدا کردم و 2 تکه از آن را بریدم و داخل توستر گذاشتمشان. کابینت را باز کردم و بشقابی را بیرون آوردم. می‌دانم گفتنش عجیب است، اما اینکه خودم برای خودم بشقاب بگذارم بدون اینکه کسی به من اصرار کند تا برایم بشقاب بگذارد و ایستادن کنار توستر برای اینکه نان برشته شود، به من این حس را میداد که دوباره به همان زندگی گذشته بازگشتم. یا شاید اعلان وجود زندگی تازه‌ای برایم بود. دست آخر فقط نان تست خشک و خالی نخوردم، بلکه برای خودم نان پنیری تست شده درست کردم و تکه‌های نان را داخل مایکروفر قرار دادم و بینشان کلی پنیر چدار چسبناک ریختم. سپس بشقابم را با خودم به حیاط پشتی بردم. مجبور نبودم به کسی بگویم که دارم به کجا می روم. فقط رفتم با پاهای برهنه و در حالی که 1 شلوارک پایم بود. سرمای زمستان در حال عقب نشینی بود. کرت‌های باغچه‌ای که در امتداد دیوار پشتی ساختمان قرار داشت به تازگی شروع به جنبش و رویش کرده بود. هوا بوی بهار میداد. من روی پله‌های ایوان خانه‌مان نشستم و گرمای خورشید روز را می‌توانستم از کفپوش زیر پاهایم حس کنم. از جایی در دوردست‌ها سگی شروع به پارس کرد و سگ‌های خودم مکث کردند تا به صدای سگ گوش بدهم. به نظر می رسید در جا قاطی کرده باشند. فهمیدم که این صدا برایشان حکم فراخواندن به دعوا را دارد. گویی میگوید ما قبل از این همسایه‌ای نداشتیم و سگ‌هایتان را در همان کاخ سفید به حال خودشان بگذارید. برای سگ‌هایم تمامی این چیزها تازگی داشت. همانطور که سگ‌هایم به سمت حیاط پیرامون خیز برداشتند، من نیز در تاریکی شروع به خوردن نان تستم کردم و به شکل خوشایندی احساس تنهایی می‌کردم. دیگر ذهنم درگیر محافظان مسلحی نبود که در کمتر از 100 متری درون پارکینگ سفارشی می‌نشستند یا این واقعیت که نمی‌توانم بدون اینکه محافظی همراهم باشد تا پایین خیابان قدم بزنم. دیگر راجع به رئیس جمهور جدید یا حتی رئیس جمهور سابق فکر نمی‌کردم. در عوض داشتم به این فکر می‌کردم که چطور در عرض چند دقیقه می‌توانم خودم را به داخل خانه برسانم. بشقاب را داخل سینک ظرفشویی بگذارم و یک راست به تخت خوابم بروم و شاید هم پنجره اتاق را باز کنم تا بتوانم هوای بهاری را بهتر حس کنم. و تمامی اینها چقدر عالی می‌توانستم باشند. در این حال داشتم فکر می‌کردم که این سکون و آرامش اولین فرصت واقعی را برای فکر کردن در اختیارم قرار می‌دهد. پیش از آن به عنوان بانوی اول آخر هفته شلوغی پیش رو داشتم و نیاز داشتم تا به من یادآوری شود تا چه اندازه قرار است سخت باشد. اما حالا داشتم زمان را با حس متفاوتی درک می‌کردم. دخترهایم که تا پیش از آن با بسته‌های تخمه آفتابگردان و با پتویی به نام پلنکی و یک عروسک ببری پوشالی به اسم تایگر به کاخ سفید می‌رسیدند، حالا دیگر دختر نوجوانی شده بودند. زنانی جوان با نقشه‌ها و حرف‌هایی که نیاز به بیانشان داشتند. همسرم بعد از کاخ سفید داشت خودش را با زندگی جدید هماهنگ می‌کرد و به خودش استراحت می‌داد و من در این مکان جدید بودم با کلی حرف برای زدن. اما پس یک من شدم.
بیشتر دوران کودکیم را به شنیدن صدای دعوا و درگیری گذرانده بودم. این صدا می توانست به شکل موسیقی بد یا لااقل موسیقی غیر حرفه‌ای باشد که از کفپوش چوبی اتاق خوابم می آمد. صدای دلنگ دلنگ نواختن دانش آموزانی که در طبقه پایین پشت پیانوی بزرگ خانه رابی نشسته بودند. خانواده‌ام در ساوت شور زندگی می‌کردند که در همسایگی شیکاگو واقع شده بود. در یک خانه ییلاقی آجرنمای تمیز که به رابی و همسرش تری تعلق داشت. والدینم آپارتمان طبقه دوم خانه‌ای را اجاره کرده بودند که رابی و تری در طبقه اول آن زندگی می‌کردند. رابی خاله مادرم بود و سالیان سال نسبت به مادرم سخاوتمند بود و دست و دلبازی می‌کرد. اما از نظر من او یک جورهایی وحشتناک بود، خودخواه و جدی. او رهبری گروه کوری را در کلیسای محلی بر عهده داشت و همچنین تدریس پیانوی اهالی محله بر عهده او بود. او کفش‌های پاشنه بلند می‌پوشید و مدام عینکی به چشم داشت که زنجیرش را دور گردنش می‌انداخت. با اینکه خودش لبخند موذیانه‌ای کنج لبش داشت، اما از سخن‌های طعنه‌آمیز مادرم خوشش نمی‌آمد. گاه‌گداری صدای او را می‌شنیدم که شاگردانش را به خاطر اینکه به قدر کافی تمرین نکردند یا والدینشان را بابت اینکه آنها را دیر سر کلاس آوردند با ملایمت توبیخ می‌کرد. او در میانه روز طوری می‌گفت شب بخیر که اگر کسی تغییر و خشم او را می‌دید می‌گفت محض رضای خدا دست بردار. گاهی نیز اینطور به نظر می رسید که می توان با استانداردهای رابی زندگی کرد. در هر حال صدای کودکانی که تلاش می کردن موسیقی بنوازند، موسیقی متن زندگی ما شده بود. بعد از ظهرها صدای دلنگ دلنگ می آمد. عصرها صدای دلنگ دلنگ می آمد. گاهی اوقات زنان کلیسا می آمدند تا سرودهای مذهبی را تمرین کنند و کمربند تقوایشان را به دور دیوارهای خانه ما می‌بستند. تحت قوانین رابی کودکانی که برای گرفتن درس پیانو می‌آمدند این اجازه را داشتند تا در هر برهه از زمان بر روی یک سرود کار کنند. من از داخل اتاقم به تلاش آنها گوش می‌کردم، به نوت‌های نامعلومی که می‌خواندند تا تایید او را بطلبند و تنها بعد از تمرین‌های فراوان از کیک خامه‌ای روزه مسیحیان به لالایی براهام بود که فارغ التحصیل می‌شدند. موسیقی هرگز برایم آزاردهنده نبود. چیزی که آزارم می‌داد سماجت بود. صداها از پلکانی که فاصله میان خانه ما و خاله رابی بود بالا می‌آمد. در فصل تابستان از میان پنجره‌های باز خانه نیز داخل می‌آمد و همانطور که با عروسک باربی خودم بازی می‌کردم یا با بلوک‌هایم قلمرو سلطنت کوچکی را می‌ساختم، چفت افکارم می‌شد. تنها فرجه‌ای که داشتم وقتی بود که پدرم از شیفت کارش در مؤسسه کنترل آلودگی آب برمیگشت و بازی کابز را در تلویزیون تماشا می‌کرد و صدایش را آنقدر بلند می‌کرد تا تمامی این صداها را پوشش بدهد. این داستان‌ها تا پایان دهه 60 در ساوت ساید شیکاگو ادامه پیدا کرد. بازی‌ها بدک نبودند، اما چندان چنگی هم به دل نمی‌زدند. وقتی پدرم روی صندلی راحتیش می‌نشست، روی پایش می‌نشستم و به صحبت‌های او درباره مسابقات که دوره آخر فصل را می‌گذراندند یا چیزهایی که درباره بیلی ویلیامز می‌گفت که درست سر پیچ خیابان کنستانس زندگی می‌کرد و در مسابقات در جناح چپ گل می‌کاشت گوش می‌کردم. بیرون استادیوم امریکا در میانه تغییرات عظیم و نامعلومی قرار داشت. کندی‌ها مرده بودند. مارتین لوتر کینگ جی.آر. در حالی که در تراس خانه‌اش در ممفیس ایستاده بود به قتل رسیده و همین امر باعث ایجاد آشوب‌هایی در آن سوی کشور از جمله شیکاگو شده بود.
در سال 1968 کنوانسیون ملی دموکرات‌ها زمانی که با باتوم و گاز اشک‌آور در گرند پارک به جان معترضان افتادند و آنها را خونین و مالین کردند، ما در فاصله 9 مایلی سمت شمال آنجا زندگی می‌کردیم. در همین حین خانواده‌های سفیدپوست دسته دسته از شهر خارج شده و در حومه شهر به هوای مدارس بهتر، فضای بیشتر و احتمالاً تطمیعشان نیز کرده بودند که هوایشان را بیشتر خواهند داشت. هیچ کدام از این واقعیت با عقل من جور در نمی آمد. من فقط یک کودک بودم. یک دختر بچه که سرش به عروسک‌های باربی و بلوک‌هایش گرم بود. به علاوه والدین و برادر بزرگتری که هر شب در حالی می‌خوابید که سرش با سر من فقط چند سانت فاصله داشت. خانواده‌ام دنیایم بود. گوشه دنجم. مادرم این اواخر خواندن را به من آموخته بود و من را با خودش به کتابخانه‌های عمومی می‌برد و وقتی کلماتی که روی صفحات نوشته شده بود را می‌خواندم کنارم می‌نشست. پدرم هر روز با لباس آبی رنگ کارگرهای شهرداری سر کار می‌رفت، اما شب که می‌شد به ما نشان می‌داد که عشق جاز و هنر داشتن یعنی چه. او به عنوان یک پسر کلاس‌هایی را در مؤسسه هنرهای شیکاگو گذرانده و در دبیرستان رشته نقاشی و مجسمه سازی خوانده بود. در شنا رقیبی سرسخت و در مدرسه یک دکتر و به عنوان یک بزرگسال طرفدار هر ورزشی بود که از تلویزیون پخش می‌شد. از گلف حرفه‌ای گرفته تا لیگ ملی هاکی. او عاشق دیدن برتری مردان قوی بود. وقتی برادرم کریگ به بسکتبال علاقه پیدا کرد، پدرم جلوی در آشپزخانه سکه به هوا پرتاب می‌کرد تا او را تشویق به پریدن و گرفتنشان کند. هر چیزی که نیاز داشتیم تا شعاع 5 بلوک ساختمانی آن طرفتر که مادر بزرگ و پدر بزرگ و خاله‌زاده هایم زندگی می‌کردند، کلیسایی که سر پیچ خیابان قرار داشت و ما نه به طور منظم بلکه هر از گاهی در کلاس درس روزهای یکشنبه آن شرکت می‌کردیم، پمپ بنزینی که مادرم گاهگداری من را برای گرفتن روزنامه خبرهای نیوپورت و خرید نوشیدنی از سوپرمارکتی که از غذا نان واندر، آب نبات ارزان قیمت و چند گالون شیر هم می‌فروخت قابل تهیه بود. در شب‌های داغ تابستان من و کریگ وقتی به همراه خانواده برای لیگ بزرگسالان سافتبال در پارکی که نزدیک ما قرار داشت می‌رفتیم، میان سر و صدای شادمانه چرت می‌زدیم و روزهای دیگر از سرسره پارک بالا می‌رفتیم و با سایر بچه‌ها گرگم به هوا بازی می‌کردیم. اختلاف سنی من و گریگ بیشتر از 2 سال نبود. او چشم‌های مهربان و روح مثبت‌نگر پدرمان و کینه‌توزی مادرمان را به ارث برده بود. هر دویمان همیشه به لطف وفاداری غیرقابل توضیح و تزلزل ناپذیری که به نظر می‌رسید از همان ابتدا نسبت به خواهر کوچولویش داشت با همدیگر خیلی صمیمی بودیم. عکس خانوادگی قدیمی سیاه و سفید 4 نفره‌ای داشتیم که هر 4 نفرمان در آن بودیم. مادرم با ظاهری جدی و مغرور گریگ را روی پایش نشانده بود. احتمالاً به هوای رفتن به کلیسا یا شاید هم برای شرکت در مراسم ازدواجی بود که لباس خوب تنمان کرده بودند. من که حدود 8 ماهه بودم صورتی گوشتالو داشتم و خبری از پوشک نبود و پیراهن اتو کشیده سفیدی تنم بود. به نظر می رسید که آماده هستم از دست مادرم فرار کنم و طوری به دوربین نگاه می کردم که گویی همین الان است که آن را یک لقمه چپ کنم. کنار من گریگ بود با پاپیون و کت و شلواری که پوشیده بود تا جایی که می شد مبادی آداب رفتار می کرد. او فقط 2 سال از من بزرگتر بود و با این حال مظهر حمایت و مسئولیت پذیری بود. در عکس دستهایش را به سمت من دراز کرده و انگشت‌هایش را برای حمایت از من دور مچ توپلم حلقه کرده بود. زمانی که عکس گرفته شده بود، ما در آن سوی راهروی خانه والدین پدرم در پارکوی گاردنز در خانه در ساوت ساید زندگی می کردیم که از پس هزینه‌اش برمی آمدیم.
جایی که آپارتمان‌های مدرن در آنجا ساخته شده بودند. ساختمان در دهه 1950 ساخته شده بود و تحت عنوان یک شرکت تعاونی و به منظور تسهیل بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم برای تأمین محل سکونت خانواده‌های سیاه کارگر طراحی شده بود. بعدها به خاطر فقر زیاد و خشونت‌های گروه بندی شده آنجا به یکی از خطرناکترین مناطق شهر برای زندگی کردن تبدیل شد. گرچه مدتها پیش از آن وقتی من نوزادی نوپا بودم، والدینم که وقتی در آغاز جوانی بودند در نیمه دهه 20 سالگیشان با هم ازدواج کردند، پیشنهاد جابجایی رابی و تری را به چند مایل آن طرفتر از ثابت و در محله زیبا پذیرفته بودند. در خیابان اقلیدس دو صاحب خانه بودیم که زیر یک سقف نه چندان بزرگ زندگی می‌کردیم. اگر بخواهیم از روی طراحی قضاوت کنیم، فضای طبقه دوم احتمالاً برای یک خانواده 1-2 نفره در نظر گرفته شده بود. اما ما 4 نفر بالاخره راهی را پیدا کرده بودیم تا خودمان را داخلش جا بدهیم. والدینم در تنها اتاق خواب آنجا می‌خوابیدند و این در حالی بود که من و گریگ در فضای بزرگتری می‌خوابیدیم که به گمانم قرار بود به منظور اتاق نشیمن استفاده شود. بعدها همانطور که رشد می‌کردیم، یک روز پدر مادرم که علاقه چندان زیادی به فن نجاری نداشت، با خودش چندین تخت چوبی ارزان قیمت را آورد و با ساختن یک دیواره موقت برای جدا کردن فضای اتاق نشیمن آنجا را به 2 فضای نیم خصوصی تبدیل کرد. او یک در آکاردئونی نیز برای هر فضا اضافه کرد تا بدین ترتیب فضای مشترک کوچکی را برای بازی ایجاد کند تا بتوانیم عروسک‌ها و کتاب‌هایمان را در آن نگهداری کنیم. من عاشق اتاقم بودم. آنقدر بزرگ بود که یک تخت 2 نفره با یک میز کوچک در آنجا قرار داده شود. من تمام خرت و پرت‌ها و عروسک‌های حیواناتم را داخل تختم می‌گذاشتم و با زحمت آنها را هر شب دور سرم جمع می‌کردم تا خیالم راحت باشد. در سمت دیگر دیوار برادرم گریگ با تجربه متقابلی تخت خوابش را به سمت دیوار پنلی هل داده بود. درست به موازات تخت من. پارتیشن ما بین ما به قدری شلوول و سوس بود که می توانستیم همانطور که شبها دراز کشیده بودیم با همدیگر صحبت کنیم و غالبا یک جوراب گلوله شده را از فاصله 10 سانتی بین پارتیشن و سقف اتاق به همدیگر پرتاب می کردیم و گپ می زدیم. در همین حین خاله رابی قسمت مربوط به خودش را به یک آرامگاه تبدیل کرده بود. بر روی مبلمانش پلاستیکی برای محافظت کشیده بود که هر وقت جرأت می‌کردم رویشان بنشینم برای پای برهنه من به نظر سرد و چسبناک می‌آمد. داخل قفسه‌هایش کلی مجسمه‌های چینی بود که ما حق دست زدن بهشان را نداشتیم. من به خودم اجازه دادم که دستم را بالای مجسمه یک کودک نوپای شیشه‌ای که صورت شیرینی داشت و مادرش با نگاهی ظریف 3 توله سگ را تماشا می‌کرد قرار بدهم و سپس از ترس اوقات تلخی خاله رابی دستم را پس کشیدم. وقتی کلاس‌های درس پیانو برگزار نمی‌شدند، سکوتی مرگبار طبقه اول را فرا می‌گرفت. تلویزیون هرگز روشن نبود و رادیو نیز هیچ وقت چیزی پخش نمی‌کرد. حتی مطمئن نبودم که آن 2 نفر اصلاً با همدیگر حرف می‌زدند یا نه. همسر رابی اسم کاملش ویلیام ویکتور تری بود، اما به دلایلی ما او را فقط با اسم فامیلیش صدا می‌زدیم. تری درست مثل سایه بود. مردی خوش قیافه که هر روز کت و شلوار و جلیقه‌ای را به تن می‌کرد و تقریباً حتی یک کلمه هم حرف نمی‌زد. از نظر من طبقه بالا و پایین 2 دنیای کاملاً متفاوت بودند و توسط 2 حکومت مختلف اداره می‌شدند. در طبقه بالا ما پر سر و صدا و بی‌پروا بودیم. من و گریگ توپ‌ها را به همدیگر پرتاب کرده و دور تا دور آپارتمان همدیگر را دنبال می‌کردیم. ما کفپوش چوبی راهرو را با اسپری جلای پلیچ مبلمان تمیز می‌کردیم، به طوری که می‌توانستیم با سرعت زیاد با
جوراب‌هایمان تا فاصله دورتری سر بخوریم و اکثر اوقات با مخ توی دیوار می‌رفتیم. ما در آشپزخانه مسابقات بوکس خواهر و برادر را برگزار می‌کردیم و از 2 جفت دستکش که پدر برای کریسمس به ما هدیه داده بود استفاده می‌کردیم و با همدیگر بر سر اینکه طبق کدام قانون به همدیگر مشت بزنیم توافق می‌کردیم. شب‌ها خانواده تخته بازی می‌کردیم و داستان تعریف می‌کردیم و جوک می‌گفتیم و آهنگ جکسون 5 را در ضبط گذاشته و گوش می‌کردیم. وقتی تحمل کارهایمان برای رابی که طبقه پایین بود سخت می‌شد، او با جدیت چراغ پلکان مشترکمان را خاموش و همچنین به لامپ راهروی طبقه بالا که به ما تعلق داشت نیز برمی‌رفت و آن را هم خاموش و روشن می‌کرد. این کار را بارها و بارها انجام می‌داد و بدین ترتیب محترمانه به ما می‌گفت دیگه صداهایمان را پایین بیاورید. رابی و تری پیرتر شده بودند. آنها در دوره متفاوت و با نگرانی‌های متفاوتی بزرگ شده بودند. آنها چیزهایی را می‌دیدند که والدین ما آنها را نمی‌دیدند. چیزهایی که من و گریک در دوران بی‌آلایش کودکیمان قادر به حدس زدنشان نبودیم. این چیزی بود که وقتی از اخم و تخم‌های طبقه پایین به سطوح می‌آمدیم مادر به ما می‌گفت. حتی اگر قادر به درک مفهوم آن نبودیم. به ما دستور می‌دادند تا یادمان بماند که این شرایط وجود خارجی دارد و باید آن را بپذیریم. به قول آنها هر کسی روی زمین گذشته ناگفته‌ای دارد و تنها کافی است کمی صبوری کنی. چند سال پیش فهمیدم رابی در سال 1943 در دانشگاه نوردوسترن به کلاس آموزشی موسیقی سرودخوانی پیوسته بود و به خاطر تبعیض نژادی از ورودش به یکی از اتاقهای خوابگاه بانوان جلوگیری کرده بودند. به او دستور داده بودند عوض ماندن در خوابگاه شهر به قول خودش در یک مکانی که مخصوص رنگین پوست‌ها بود اقامت کند. تری در همین زمان باربر یکی از قطارهای مسافربری بود که به شیکاگو رفت و آمد میکرد. این شغل اگرچه شغل پردرآمد و حرفه‌ای نبود اما قابل قبول بود و برای مردان سیاه‌پوست ساخته شده بود که لباسهای مخصوص می‌پوشیدند و چمدانها را هم می‌کردند یا غذا سرو می‌کردند و به خواسته‌ها و نیازهای مسافرین اعم از برق انداختن کفش‌هایشان رسیدگی می‌کردند. سالها بعد از بازنشستگی تری همچنان به همان حالت رسمی لباس مرتب می‌پوشید و خوشخدمتی می‌کرد و در هیچ حالتی اظهار نظر نمی‌کرد و اینها چیزهایی بود که می‌توانستم در وجودش ببینم. مثل این می‌ماند که با بخش تسلیم شده وجودش کنار آمده باشد. حالا دیگر او را با یک جفت چکمه و یک بند شلوار و یک کلاه نمدی حاشیه‌دار و با آستین‌هایی که مرتب و منظم آنها را به سمت بالا می‌زند در چمنزار می‌بینم. نهایت خلاف او کشیدن یک نخ سیگار در روز و خوردن یک لیوان کوکتل در ماه بود و وقتی میدید پدر و مادرم نوشابه گازدار و شیلتز را چندین بار در ماه استفاده می‌کنند در کتش نمی‌رفت. بخشی از وجودم دوست داشت با تری صحبت کند تا پته تمامی رازهایی که درون سینه خود داشت را برا بریزد. تصور می‌کردم او انواع و اقسام داستان‌های هیجان انگیز از شهرهایی که رفته بود و طرز رفتار مردمان ثروتمندی که در قطارها ملاقات کرده بود را برای گفتن دارد. ولی ما هیچ کدام از این صحبت‌ها را از دهانش نمی‌شنیدیم. معلوم نبود چرا، ولی دلایل آنها را هرگز برایمان تعریف نکرد. و متاسفانه وقت به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو براتون بخونم. این کتاب 500 صفحه داره ولی هر صفحش شاید بیش از 50 خط داشته باشه که لازمه وقت زیادی رو بگذارید و این کتاب رو بخونید. اگه از این کتاب خوشتون اومده تهیه کنید و تا انتها قوانین و اتفاقاتی رو که در امریکا میگذره به زبان ساده میشل بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.